اینا حالا اینا من پایینشو چک کردم، این سنگ استوب، حالا یا نمیدونم یک طرفش حالت شاخص صافه تراش خورده به نظر میاد و خدمت شما یه سوراخ زیر هست، ولی خب اینجا حالا چون هر جای میگم موش میره لونه میکنه باید پیگیر باشی. یه خاک نسبتا از کوبیده هم باشه هست. اینا به نظر شما آیا احتمالی هست؟ ساختارش اینه، آیا به نظرتون کار دسته یا نه یا بکره؟ یه سوراخ پیدا کردم، شوخی یه چیزی در اومد، میدونیم سوراخ چی هسته. بازش میکنم ببینیم آیا راه به جایی داره یا نه، یا سوراخ الکیه. کنم به گنج رسیدم. حالا الان این فقط همون تشتکی ها داره و خدمت شما سنگ استوب یا شاخصه. حالا به هر ترتیب یه سری حالا چیزا ریز هم داره، ولی الان نداره خوش تراش. حالا سنگش ارزشیه یا نه، حالا اینا من میکنم بعد نتیجه شو میگم. خدمت شما دوستان عزیز لایک و سابسکرایب کنید. ما داریم زحمت میکشیم، هر روز یه گوشه میایم برای شما تاریخ ایران شهر را در بیاریم، ببینیم نیاکان ما چیکار میکردن. ما فقط نه جنبه درآمدی که مطمئنم اون زمان، الان وقتی کوبی چیزی آقا ما نمیتونیم ازش درآمد بگیریم، اون زمان هم اینا درآمدی نمیتونستن بگیرن، مطمئنا از ما گشنه تر بودن. حالا اینا چون اطراف بودن، حالا اونایی تو شهر بودن و یه جا. من فقط جنبه این فیلم فقط کنجکاوی، یعنی هیچ امید و انگیزه ای نیست. فردا برادرها اطلاعاتی نگه گنج پیدا کردی، نه بذاریم ما منابع آقا طلا و معادن شما ببرین، این مگرم هست مال نیاکان مایه، هیچی نیست. حالا بگیم برد، ولی خب من اینو میکنم ببینیم زیرش چه خبره. مرسی، ممنون دوستان. حتما حمایت کنین، شیر کنین تا تاریخ نیاکانمون رو از زیر خاک بیرون بکشیم.